سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 28 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. امام علی رحمان به آلمان رفت. مخالفین تاجیک به اعتراض آمادگی میگیرند. پلکوونیک در قره‌باغ کشته شده تقایمرات قرایف را در تاجیکستان به خاک میسپارند. ترکش سخت در فرودگاه تاشکند چند زخمی به جا گذاشت. هلاکت 6 نفر در 5 صدمه روزهای 25 و 27 سپتامبر. به گلبرگ اکبرووا برای تجلیل زادروزش 51,000 سامانی جریمه تهدید میکند. و اکنون تفصیلات خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صبح 28 سپتامبر سال 2023 به آلمان سفر کرد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت امام علی رحمان به منظور اشتراک در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی و جمهوری فدرالی آلمان به آلمان رفته است و او را در این سفر وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت عاید به مسائل رابطه‌های خارجی و عاید به مسائل‌های اقتصادی، وزیران صنعت و تکنولوژی‌های نو، مالیه و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. درباره موضوع ملاقات سران آلمان و آسیای مرکزی تفصیلات داده نشده است. قبلا دفتر پرزیدنت آلمان فرانک والتر شتاینمایر خبر داد که نخستین ملاقات در سطح پرزیدنت‌های آلمان و قزاقستان و قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان صبح 29 سپتامبر در قرارگاه پرزیدنت آلمان در شهر برلین برگزار می شود. ملاقات پرزیدنت آلمان با رهبران دولت‌های آسیای مرکزی همگی چند روز بعد عین ملاقات پرزیدنت امریکا با سران کشورهای این منطقه صورت می‌گیرد. جو بایدن با رهبران آسیای مرکزی در نیویورک در حاشیه اجلاسی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار داشت. تفصیلات آن دیدار بایدن و سران آسیای مرکزی و نتیجه‌هایش تا حال نشر نشده است، ولی کارشناسان دیدارهای پی همین سران کشورهای غربی با رهبران آسیای مرکزی را به چند مسئله از جمله جنگ روسیه به ضد اوکراین، به قدرت رسیدن حرکت تندرو طالبان در افغانستان و نفوذهای افزاینده خطای در این منطقه از لحاظ استراتژیکی و ژئوپلیتیکی مهم و حساس ربط می‌دهند. کارشناسان بر این باورند که کشورهای غرب می‌توانند دولت‌های آسیای مرکزی را به خودداری ورزیدن از هر نوع حمایت از روسیه دعوت کرده، در عوض به آنها امتیازهای جدی از جمله کمک و سرمایه‌گذاری‌های سرشمار مالیوی پیشنهاد کنند. در همین حال مخالفان سیاسی چندی از حکومت‌های کنونی آسیای مرکزی از جمله مخالفین تاجیک، ازبک و ترکمن که در کشورهای اروپایی پناه بردند اظهار داشتند که در روز برگزاری این ملاقات در برلین نمایش‌های اعتراضی برپا خواهند کرد. پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 دو حرکت اپوزیسیونی در تاجیکستان ممنوع از عزم خود برای برگزاری اعتراضهای مشترک در روز سفر پرزیدنت امام علی رحمان خبر دادند. در صورت برگزار شدنش این نخستین اقدام مشترک این دو گروه اپوزیسیون تاجیک در اروپا خواهد شد. تا کنون گروه 24 اصولا از پیمان ملی و دیگر گروه‌های مخالفین همیشه فاصله می‌گرفت. سلیم سلطانزاده سخنگوی پیمان ملی روز 28 سپتامبر به پایگاه خبری بامداد گفت که آنها برای برگزاری اعتراض خود علیه رسما اجازت گرفتند. پلکوونیک 52 ساله زاده تاجیکستان تقایمرات قرایف را که در هیئت نیروهای حامی صلح روسیه در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی خدمت میکرد و روز 20 سپتامبر سال 2023 کشته شد. روز 28 سپتامبر به شهر اکاترینبورگ روسیه می‌آورند. در این باره به نزدیکان پلکوونیک قرایف در حوزه حربی مرکزی ارتش روسیه خبر دادند. بنا به اطلاع نشریه‌های محلی روز 29 سپتامبر در اکاترینبورگ مراسم وداع با پلکوونیک قرایف برگزار می شود و بعد این مراسم خویشاوندانش جنازه تقایمرات قرایف را به تاجیکستان برده در وطنش طبق رسوم مسلمانی به خاک می سپارند. پلکوونیک تقایمرات قرایف با همیه‌روقانش روز 20 سپتامبر در جریان تشنج وضع در قره‌باغ کوهی کشته شد. ماشین آنها در یک منطقه بحثی هدف تیرباران از جانب نیروهای آذربایجان قرار گرفت. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف برای هلاکت حربیان روس از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین رسما عذر خواست و وعده داد که این قضیه را تفتیش خواهند کرد. در رابطه به مرگ حربیان روسیه مقامات روسیه نیز پرونده گشودند. دادستان کل آذربایجان رسما از کشته شدن 6 حربی روسیه در مناقشه‌های اخیر مسلحانه در قره‌باغ کوهی خبر داد. 5 نفر آنها از جمله پلکوونیک قرایف را نیروهای آذری برای آن تیرباران کردند که ماشین آنها را از جدایی طلبان ارمنی گمان کردند.
یک سرباز دیگر روس در جریان تیرپرانی‌ها از جانب نیروهای جدای طلبان ارمن کشته شده است. آوردن جنازه پلکوون قرایف از قره‌باغ به دلیل بی‌نظمی و در محاصره اطلاعاتی قرار داشتن این منطقه چنین طول کشید. به گفته خویشاوندانش آنها طی چند روز نتوانستند حتی در کجا بودن جنازه او را معاین کنند. تنها اخیرا از افسر حربی مرکزی ارتش روسیه به آنها خبر دادند که جسد پلکوون که کشته شده را روز پنجشنبه 28 سپتامبر به یکاترینبورگ می‌آورند. تقایمات قرایف سال 1971 در تاجیکستان به دنیا آمده سالهای زیاد در دیویژن 201 سواره تیراندازی ارتش روسیه که در تاجیکستان مستقر شده است خدمت کرده است. این دیویژن سال 2004 به پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان تبدیل نام کرد. تقایمات قرایف سالهای آخر در ولایت سوردلوفسک خدمت می‌کرد و تا به مقام معاون فرمانده بریگاد علاهیده 29 نیروهای دفاع رادیاسیونی و کیمیاوی و بیولوژی رسیده بود. او در این بریگاد معاون فرمانده اوید به تربیه سیاسی یا به تدبیر دیگر پالیتروک بود. پلکوون قرایف در عموم بیش از 30 سال در ارتش روسیه خدمت کرده چندین بار به نقطه‌های داغ سفربر شده بود. او همگی 52 سال داشت. ولایت اکثرا ارمنشین قره‌باغ کوهی هنوز در ابتدای سالهای 90 خود را از آذربایجان مستقل اعلام کرده بود. نیروهای آذربایجان روز 19 سپتامبر سال 2023 عملیات حربی را در قره‌باغ به راه انداختند که بنا به حساب باکو از جانب نیروهای آذری 192 کشته به جا گذاشت، ولی به باکو میسر شد که در نتیجه این عملیات نیروهای جدای طلب قره‌باغ را به تسلیم شدن وادار کرده این ولایت را در زیر نظارت خود برگرداند. نزدیکی ساعت 3 شب 28 سپتامبر سال 2023 در یکی از انبارها در فرودگاه شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ترکش سنگین به عمل آمد و به سوختار پیچید. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که از محل ترکش به هوا علنگه دود آتش بلند می شود و بر اثر ترکش شیشه های تیره‌زده های خانه های استقامتی در اطراف فرودگاه فرو می ریزند. به مسافران یک هواپیما نیز میسر شده است که هنگامی از فرودگاه تاشکند به هوا بلند شدند مقیاس و دامنه سوختار را در فرودگاه به نوار بگیرد. وزارت اطلاعات فوق‌العاده ازبکستان خبر دادند که ترکش و سوختار در انبارهای مربوط به شرکت اینتر لاجیستیک در محله استریتلی در نویه سرگلی شهر تاشکند رخ داده است. بنا به اطلاع این نهاد خبر درباره این حادثه به آنها ساعت 02:43 دقیقه رسید. به سوختار نشانان میسر شده است که سوختار را تنها ساعت 05:02 دقیقه خاموش کنند. در فرو نشاندن سوختار 16 ماشین سوختار نشانی اشتراک کردند. وزارت تندرستی ازبکستان خبر داد که بر اثر ترکش و سوختار در فرودگاه تاشکند چندین نفر آسیب دیدند، ولی این نهاد هنوز درباره شماره زخمیان رقم مشخصی را نگفته است. حادثه اخیر به فعالیت فرودگاه تاشکند تاثیر نرسانیده است. شرکت ازبکستان ایرپورتس خبر داد که فرودگاه بین المللی تاشکند بدون یگان محدودیت با رجه معمولی کار میکند. مسئولان مترو تاشکند تصدیق کردند که بر اثر ترکش قسمت بیرونی ایستگاه قروفچیلر در خط روی زمینی مترو آسیب دیده است، ولی این حادثه بر حرکت‌های قطارهای مترو در پایتخت ازبکستان تاثیر نکرده است. تلگرام کانال روسی ماش خبر داد که یک سبب احتمالی ترکش در فرودگاه تاشکند میتواند اکامولیاتورها برای الکترومبیل‌ها یعنی ماشین‌های برقی باشد. در انباری که ترک دو سپس سوخت به اطلاع این کانال ماشین‌های برقی و قسم‌های احتیاطی چنین ماشین‌ها نگاه داشته میشد. سروزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف و دیگر شخصان مسئول به جای حادثه آمدند. به ساکنانی که منزل‌هایشان در این حادثه آسیب دیدند وعده جبران دادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. گلبرگ اکبرووا فروشنده مغازه عبدالعزیز در بازار پنجشنبه شهر خوجند به آن ابدار می شود که صحنه 13 سپتامبر سال 2023 زادروز 36 خود را با تنطنه در داخل مغازه‌اش با تشکیل دستارخوان پر از ناز و نعمت و دعوت همکارانش گذرانیده است. در صحبت‌های ویدیویی که خدمات مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در نشر نوبتی برنامه ملی خبر میدهد نشر کرده دیده می شود که در داخل مغازه میز کلان گذاشته، بالای آن غذا و شیرینی‌های گوناگون از جمله تورت گذاشتند و در دیواز مغازه لوحه‌های زادروز مبارک نصب کرده شده است. در نوار همچنین دیده می شود که به جشن زادروز گلبرگ اکبرووا
تقریبا 15 نفر همگی زنان و دختران دعوت شدند و برابر به مغازه در اومدن و جشن و ویران کردن کارمندان مقامات، اکثر میمانان از کرسی‌های خود شتابان برخاسته کوشش میکنند که رو به فرار بیارند. این در حالی است که ماده 8 قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شد، سال 2017 طلباتش بازم شدیدتر کرده شد. تجلیل جشن زادروز تنها در دایره اویله اجازت میدهد. شهروندان بر اساس این بند قانون حق ندارند به زادروز خود حتی دوستان و دوگانه و یا همکاران و همکسبان خود را دعوت کنند. قسم دوم ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای ویران کردن این بند قانون از جانب صاحبکاران و علمای دین همچون جزا جریمه به اندازه 750 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی برابر به 51,000 سومونی یا تقریبا 4,600 دلار پیش بینی میکند. همچنین اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در برنامه ملیتی خبر میدهد از آشکار شدن باز یک حالت ویران کردن قانون تنظیم در شهر غفوروف خبر داد. گفته می شود که ساکن این شهر جسوربک ظهوروف 16 سپتامبر در خانه‌اش ختنه سوری فرزندش را با آراستن دستارخوان پرناز و نعمت، پختن 3 دیگ طعام و دعوت بیش از 150 مهمان گذرانیده است. این در حالی است که قانون تنظیم گذراندن ختنه سوری را تنها در دایره اویله اجازت میدهد. به شهروند ظهوروف جریمه به اندازه از 110 نشان دهنده برای صبح‌ها، یعنی برابر 7,480 سومونی یا نزدیک 700 دلار تهدید میکند. محدود کردن جشن زادروز و معرکه‌های دیگر چون ختنه سور از سلسله قانون‌های عجب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به باد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض حقوق و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می نامند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره هلاکت با 6 نفر در 5 صدمه روزهای 25، 26 و 27 سپتامبر سال 2023 در راههای جمهوری خبر داد. از جمله صبح 27 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 0:40 دقیقه راننده ماشین تمغه اوبل زفیر عبدالحمیدوف عالمجان سال تولدش 1971 ساکن شهر بوستان هنگام حرکت از سمت نویه بلخی به سمت شهر بختر واقع در جماعت دیات نواباد نویه بلخی از عهده دوره نقلیات نبرآمده پیادهگرد سالیوف مراد خوجه سال تولدش 1962 ساکن نویه قبادیان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. شب 26 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 23:10 دقیقه راننده ماشین تمغه وز 2110 احمد فردوس سال تولدش 1985 ساکن نویه نورآباد هنگام حرکت از سمت نویه نورآباد به سمت شهر وحدت از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت را برآمده ماشین را به شخوری 70 متر به دریاچه شهر روغون چپه نموده است. در نتیجه خود راننده و مسافرش احمدوف سوربان سال تولدش 1996 ساکن همانجا در جای حادثه به هلاکت رسیدند. همچنین بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شام 25 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 19:00 دقیقه راننده ماشین تمغه دیو نیکسیا میلکوف نوسر سال تولدش 1984 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد صادقوف بیرو سال تولدش 1986 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد صادقوف جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 25 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بنز خدایبردی امام علی سال تولدش 2001 ساکن نویه دیوشتیج هنگام حرکت در راه ماشینگرد دیهه چوینچی جماعت دیات وحدت نویه مذکور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف راست راه ماشین را چپ نموده است. در نتیجه مسافر ماشین مذکور عبداللهزاده خوشنود سال تولدش 2002 ساکن همین نویه جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. و صبح 26 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 07:00 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای سناتا محمد رسول افرایم جان سال تولدش 1994 ساکن نویه دیوشتیج هنگام در حالت مستی راندن ماشین در شورای خوجند دوشنبه چنوق در حدود جماعت
دیموی نویه رسولوف از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به درخت کناری را برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین رسولوف اوتابک سال تولدش 1984 ساکن نوع سپیتامین جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 3 سپتامبر سال 2023 مرد 28 ساله ساکن پایتخت که پیش با ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، در نزد بازار دهقان شهر دوشنبه از داخل افت شخصیش در دست پسرچه خردسالش با روی آشکارا یک عدد تلفن موبیلی را که ارزشش 4000 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. این چنین گمان برشونده صحنه 3 سپتامبر سال 2023 در نزد بازار دهقان شهر دوشنبه از داخل افت شخصی مرد 32 ساله ساکن ورزاب از دست پسرچه خردسالش با روی آشکارا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A21 که ارزشش 2500 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غایب شده است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه زن 40 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 23 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه نابالغ 15 ساله ساکن نویه مذکور با روی پنهانی به خانه استقامتیشان در آمده از آنجا 13000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی عریضه مرد 29 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه اپریل سال 2023 زن 30 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او در چندین مرحله به مبلغ 114848 سومانی محصولات عطریات، یک عدد بسته جواهرات گوناگون طلایی و لوازمات آرایش دهنده زنانه را گرفته قسما مبلغ را برگردانیده، باقی مانده مبلغ‌هایش را تا حال برنگردانیده است. در نتیجه به جبر دیده به مبلغ 94600 سومانی ضرر رسانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شامنصور با عریضه مرد 43 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 46 ساله ساکن شهر کولا با روی فریب به باوریش در آمده از او با بهانه فروختن محصولات میوه و سبزیجات یک مقدار محصولات میوگی را به مبلغ 60000 سومانی گرفته وعده داده است که بعد از فروختن مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوی بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.